جوون آمریکایی وقتی 18 سالش میشه چمدونشو میبنده و میگه وقتش مستقل بشم، خونه جدید پیدا کردم. مامانش میگه مراقب خودت باش. باباش کارت اعتباریشو میده دستش، میگه وسایل خونه رو خودت بخر، هر چی دوست داری. میترسه ولی میدونه پشتش خالی نیست. جوون اروپایی وقتی تصمیم میگیره مستقل بشه دست شریک زندگیش رو میگیره و میگه وقتشه بریم خونه خودمون. خونه کوچیکه، ساده است، یه بخشی از اجاره رو دولت میده، کمک هزینه هست، بیمه هم که هستش، یه امنیت حداقلی داریم. نگران آینده است اما میدونه اگه زمین بخوره کسی هست که بلندش کنه. جوون ایرانی اما شب دراز کشیده و به سقف خیره شده. میگه چی کار کنم؟ کارگاه برق نداره، همه رو اخراج کردن، در حالی که باید تو اجاره خونه و خرج خونه به خونواده‌اش کمک کنه چون حقوق 10 تومانی بابای بازنشسته‌اش کفاف نمیده. ساکت میشه. نه خونه بزرگ میخواد نه زندگی لاکچری، فقط یه زندگی معمولی، یه آرامش ساده. با خودش میگه هرچی حساب میکنم نمیتونم مستقل بشم. خستم، خیلی خستم، نه از زندگی، از این همه دویدن برای زنده موندن. مشکل اینه ما تلاشمونو میکنیم اما جای درستی نیستیم.